نگاه کنید، من قانون را خوب یک بار تغییر لوحه‌ای که 3 بار شد هر سه برای شما هموطنان بگم. یکم باری که اساس اگر بگیریم در همین تاریخ تاجیکستان، تاریخ ملت تاجیک ده 5 مرتبه سرقانون عوض شد. 29 31 37 78 94 حتی 6 مرتبه 6 مرتبه و بعد از رحمانوف علاقه 3 مرتبه سرقانون عوض شد. 3 مرتبه سال 1999 26 سپتامبر سال 1999 سرقانون عوض کردند. نگاه کنید چی به عوض کردن. رحمانوف ای 94 ای 92 اومد موقتا تا 94 ای 94 انتخابش کردن 5 ساله تا 99 باید که ای 99 میرفت. ای 99 میرفت ای منصب. نگاه کنید چه خیلی گرفت اشار اون نگرفت چه ده اون ندورا که 99 در انتخابات عوض چه سرقانون عوض کردن 5 ساله گرفتن به 7 ساله کردن. یعنی که یک پرزیدنت میتونه 2 بار هم به 7 ساله عوض کردن هم دیم قانون پونکتش همین بود که 2 بار 7 ساله میتونه که پرزیدنت شود. شما ببینید که چه خیلی هشیار بوده. سال 99 یکم باری که سرقانون تغییر الهه ها گفتن برای فایده مردم 5 ساله را 7 ساله کردن و یک نفر میتونن که گفت 2 بار 7 ساله شود. با نگاه کنید یک 2003 22 ایون 2003 دیم بار سرقانون تغییر الهه ها دختن. شما نگاه کنید این چیکار کرده. شما ببینید در اینجا فقط یک پونکتش برای همه شاید که معینه که معلوم نباشه آشکار نباشه نفری که پرزیدنت ای 64 ساله حق نداره باید که تو 64 ساله 60 ساله گیرشته حق نداره که بالا پرزیدنت باشه. تغییر الهه ها آوردن پرزیدنت ای 63 بالا حق داره که پرزیدنت باشه. شما میدونید که چه خیلی نقطه نازکه. نگاه که 40 ساله بود رهبر دولت چی در فکری علاقه 70 سالگیش رفته. شما ببینید میگن که دیوانه های بی سواد های یک توپای گاو های میگن که یو خیلی نیست. گاو میبود خیلی خوب شد در پهلوش یگان با سواد بود که خیلی نشانش داد. 2013 یکی تغییر الهه هایی که در سرقانون انداخت توغری کرد جو کرد انا بود که پرزیدنت حق داره که 60 ساله بالا هم باشه. برای این خودش یوکنه فکری او این امروز کرده گیرده. یعنی که این منصب رفتنی نبوده. 2006 تا خچه غالب اعلام کرد. 99 انتخاب شد 7 سال. 2006 تا خچه غالب اعلام کرد. 2013 دا با هم خیلی خچه غالب اعلام کرد. همین بیچاره دو تاش بده در همون انتخابات پیشینه. این همین انتخاباتی که پرزیدنت خچه نموندن که یا با همون پیشینه دم همینا بودن. یگان جوان یگان نفر آزاد بگیم که مردمی را نموندن که نزدیک شود حتی. 2013 دا خچه با غالب اعلام کرد پیروز اعلام کرد. 2016 دا 22 می دا سرقانون یا که همو کنستیتوسیون ما و شما را با گرفت. یعنی که عوض کرد یا که بعضی قانوناش گرفت گویا که عربا به حلش میکنه بیره با وی همین خیلی نگه در اینجا قانون برای پیشوای ملت دخل ناپذیره و بغیر از این باید نقطه‌ای که همه ما و شما میدونیمش 30 سال پرزیدنتی که باید که ای 35 بالا میبود آورد با 30 موندش برای گرچک. دیدن چی کار کردی؟ نگاه کنید قدری فکری بگیم که دوراندیشی و آینده را میکنه ما و شما نمیکنیم. ما و شما مردم همه خیلی همه یا جای کار خوب یافتیم یا که کمتر زندگی ما خوب باشه دیگه پروای مردم دیگه نداریم. این خیلی نباید باشه. یعنی شما مردم یا که هموطنایی که تماشا دارین باید ما فکر خودمون توقع نکنیم. زندگی سازه این معنی را نداره که زندگی همه سازه یا که تو دیگه با دیگران نباید کار بگیری یا که گپ بزنی یا که دیگران را نگاه و نظر بدی. این خیلی نیست. باید همه زندگی شرط باشه. در نزد قانون همه برابر باید باشه. در نزد قانون همه باید برابر باشه. این خیلی نیست. در نزد قانون همه کم بغلا برابره. همه کم بغلا. در جریمه بندی، جوابگری، در ظلم، شکنجه، بی‌برقی، بی‌آبی همه کم بغلا برابره. تو امروز شنیدین که پسر یک وزیر برده باشه شکنجه داده باشه کرده باشه.
شنیدین вообще شنیدین این سن من نمیشنوین اگر که ای منصب بروه بعد میشنوین که فلان مانند رئیس دادگاه پیشینه بردن زندان کن که بابا جان بابا خان بود این خیلی هست ای منصب برود دیگه و رانده شده ایسو میخرن و دیگه در رحمان در کار نیستن میتونن که بچه‌ش شکنجه بتن ای منصب آزادش کنن یا که برن زندانش که هر کار دیگه کرده میتونن اما در منصب بدن شما تو امروز شنیدین حتی جنایت میکنن با جوابگری کشیده نمیشوند جنایت میکنن همین گرچه 2004 با ماشینش یک کس زد بود جنایت نیست جزا گرفت نگرفت 2013 بچه حکومت با ماشینش سه کس زد کش جواب داد جزا گرفت نگرفت 2017 یا 16 17 بود ماه سپتامبر 11 سپتامبر بود بچه دولتعلی سعید معاون سروزیر با ماشینش دو کس کشت جواب داد جزا گرفت نگرفت دیدین در منصب باشن یا جزا نمیگیرن جواب نمیتن کمبغل همین یک نفر به زیر نگاه کنه میگن که این کینه و دشمنی عداوتی دینی داشت میبرن میشنوننش یا که جریمه و جزاش میبندن